به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز یه سفر داریم به دل تاریخ پرفراز و نشیب ایران. به دورانی که خب خیلی سرنوشت سازه. دوران بعد از ورود اسلام. راهنمای ما هم تو این کاوش نگاه عمیق و موشکافانه دکتر عبدالحسین زرینکوبه. البته نه صرفاً کتاب بحث برانگیز 2 قرن سکوت، بلکه بیشتر اثر مهم دیگه‌شون، یعنی ایران پس از اسلام، که خب به اسم کارنامه اسلام هم خیلی معروفه. زرینکوب توی کارنامه اسلام یه نگاه متعادل‌تر و جامع‌تر ارائه میده. و ما هم تمرکزمون بیشتر روی همین دیدگاه‌های کتاب دوم و تحلیل کلی ایشون از این دورانه. هدف اصلیمون چیه؟ اینه که بفهمیم چطوری یه تمدن بزرگ و کهن مثل ایران بعد از یه شکست، اونم شکست بزرگ نظامی و سیاسی، نه تنها از بین نرفت، هویتش رو گم نکرد، بلکه تونست یه فرهنگ تازه، پویا و خیلی تاثیرگذار رو شکوفا کنه. فرهنگی که خب روی کل جهان اسلام هم اثر گذاشت. زرینکوب فقط اتفاقا رو لیست نمی‌کنه، درسته؟ دنبال روح زمانه است، دنبال تحلیل فرهنگیه. میخواد بفهمه ایران چطور تونست خودش رو حفظ کنه و دوباره متولد بشه. آماده اید که با همین نکات کلیدی رو باز کنیم؟ خب، از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم بهترین نقطه شروع همون پایان کار ساسانیانه. زرینکوب خیلی خوب توضیح میده که امپراتوری ساسانی قبل از اینکه اصلا سپاه اعراب برسه اون قدرت و استحکام قبلی رو نداشت. انگار از تو خالی شده بود. دقیقاً. مثلا یه بنای به ظاهر با شکوه بود که پایه‌هاش سست شده بود. آها. ببینید فساد تو دربار بود، اختلافات مذهبی خیلی شدید بود، جنگ‌های طولانی با بیزانس امپراتوری رو فرسوده کرده بود و مهمتر از همه فشار زیادی روی مردم عادی بود. مالیات سنگین، اون ساختار طبقاتی بسته، همه اینا دست به دست هم داده بود که اون مقاومت اولیه شکننده باشه. پس یعنی این ضعف داخلی فقط نظامی نبود، یه چیز عمیق‌تر بود. کاملاً یه بحران ساختاری بود. جامعه خیلی بسته بود، نارضایتی زیاد بود، یه حس بیگانگی بین حکومت و مردم وجود داشت. برای همین وقتی سپاه اسلام که خب نیروی تازه نفس و با انگیزه‌ای بود، تو جنگ‌های مهمی مثل قادسیه و نهاوند پیروز شد، این فقط شکست یه ارتش نبود. فروپاشی سیستم بود. دقیقاً، فروپاشی یه نظم چند صد ساله بود که از قبل زمینش فراهم شده بود. و همینجاست که اون جمله معروف زرینکوب به ذهن میاد که البته برای دوره‌های بعد هم به کار میره. ایران شکست خورد اما نابود نشد. این خیلی جمله مهمیه. شما این نابود نشدن رو چطور میبینید؟ یعنی چی باقی موند؟ سوال خوبیه. ببینید منظور اینه که درسته ساختار سیاسی ساسانی از هم پاشید، استقلال نظامی از دست رفت، اما اون جوهر اصلی، اون فرهنگ، اون دانش، سنت‌های اداری، زبان، هنر، یعنی اون میراث معنوی. دقیقاً. و مهمتر از همه اون خودآگاهی تاریخی و فرهنگی، اینا نمرد. شاید یه مدتی رفت تو حاشیه، مجبور شد خودش رو با شرایط جدید وفق بده، ولی ریشه ها اونقدر قوی بود که خشک نشد. این تداوم فرهنگی زیر پوست جامعه ادامه داشت تا وقتش برسه و دوباره جوونه بزنه. پس یه جور تداوم در عین گسست. آفرین، دقیقاً همینه. تحلیل زرینکوب هم همینه، فراتر از یه روایت ساده شکست و پیروزیه. خب بعد از این شکست و فروپاشی، ایران شد بخشی از یه امپراتوری جدید، خلافت اسلامی. زرینکوب توضیح میده که اوایل کار، مخصوصاً دوره امیان که پایتختشون دمشق بود، اوضاع برای ایرانی‌های تازه مسلمون خیلی جالب نبود. با چالش‌های زیادی روبرو بودن. از یه طرف مسلمون شده بودن، ولی از طرف دیگه بهشون میگفتن موالی. این موالی چی بود دقیقاً؟ ببینید موالی لغتاً یعنی وابستگان یا همپیمانان. ولی تو دوره اموی این کلمه بار معنای خاص پیدا کرد. تبدیل شد به یه جور برچسب برای مسلمانای غیر عرب. آها، یعنی یه جور تبعیض. متاسفانه بله. یه تبعیض ساختاری بود. موالی که خب ایرانی‌ها بخش بزرگشون بودن، شهروند درجه 2 حساب می‌شدن. تو تقسیم غنایم، تو مالیات‌ها، گاهی حتی جزیه میدادن. تو گرفتن پست‌های مهم اجتماعی و سیاسی، حتی تو برخوردهای روزمره.
یه نگاه بالا به پایین و نژادی از طرف بعضی اعراب حاکم وجود داشت. خب این طبیعی بود که نارضایتی ایجاد کنه. مخصوصا برای ایرانی‌ها که سابقه تمدنی طولانی داشتن. دقیقاً این حس تحقیر خیلی سنگین بود. ولی نکته جالبی که زرینکوب میگه اینه که حتی تو همین شرایط سخت ایرانی‌ها فقط منفعل نبودن، شروع کردن به تأثیر گذاشتن. چجوری؟ اینجاست که اون جمله معروف دیگش میاد وسط. اگر شمشیر عرب ایران را فتح کرد، این قلم ایرانی بود که اسلام را جهانی کرد. این قلم ایرانی تو اون دوره چیکار میکرد؟ سوال خیلی خوبیه. این قلم یه استعاره است برای دانش، فرهنگ و مخصوصاً تخصص ایرانی‌ها تو کارهای دیوانی و اداری. ببینید خلافت تازه شکل گرفته بود، سرزمین‌های خیلی وسیعی رو گرفته بود. اداره اینا کار ساده‌ای نبود. به یه سیستم نیاز داشتن. دقیقاً. به یه سیستم اداری کارآمد نیاز داشتن. عرب این تجربه رو نداشتن، ولی ایرانی‌ها چی؟ صدها سال سابقه دیوان سالاری ساسانی رو داشتن. تو این کار استاد بودن. آها، پس مجبور شدن ازشون استفاده کنن؟ حتی تو دوره اموی هم از دبیرها، حسابدارها، کارگزارای ایرانی استفاده می‌کردن تا امور مالی و اداری رو سر و سامون بدن. این افراد شاید تو ظاهر مقام بالایی نداشتن، ولی در عمل رگای حیاتی سیستم خلافت دستشون بود و یواش یواش الگوهای اداری ایرانی رو وارد ساختار خلافت کردند. زبان فارسی هم کنار عربی هنوز تو بعضی جاها استفاده میشد. پس این همون نفوذ نرم بود؟ دقیقاً همون قدرت قلم بود که زرینکوب میگه. شاید کم صدا بود ولی عمیق و پایدار بود. و این نفوذ تدریجی با یه اتفاق بزرگ سیاسی دیگه خیلی اوج گرفت. منظورم سقوط امویان و اومدن عباسیانه. نقشی که ایرانیان مخصوصاً خراسانیان و ابو مسلم داشتن تو این تغییر که خب خیلی واضحه. زرینکوب میگه با این تغییر وضعیت ایرانیا کلاً عوض شد. دیگه اون داستان موالی درجه 2 نبود، درسته؟ دقیقاً این یه نقطه عطف اساسیه تو تاریخ. عباسی‌ها با کمک قاطع ایرانیا، مخصوصاً سپاه خراسان اومدن سر کار. نمیتونستن و خب نمیخواستن نقش کلیدی اونها رو نادیده بگیرن. مرکز خلافت هم که از دمشق اومد بغداد. بله، که به ایران خیلی نزدیکتر بود و کاملا تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بود. تو دوره عباسی ایرانی‌ها دیگه به بالاترین مقام‌های دولتی رسیدن. خاندان برمکیان رو ببینید. 10 وزیر اعظم بودن. نفوذ اونچنان عالی داشتن. فقط هم سیاسی نبود، درسته؟ اصلاً دبیرها، کاتبها، فرمانده‌های نظامی، دانشمندا، پزشکا، معمارا، هنرمندا همه جا بودن. نقش محوری داشتن. اون چیزی که ما به عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی میشناسیمش واقعاً بدون مشارکت فعال و اساسی ایرانیا اصلا نمیشد شکل بگیره. دانش اداری، آداب دربار، الگوهای شهرسازی، حتی خیلی از جنبه‌های فکری و فرهنگی، همه شدیداً تحت تأثیر میراث ایرانی بود. پس میشه گفت دوره عباسی دوره شکلگیری تمدن جدیده، یه تمدن ترکیبی، یعنی هم اسلامی بود و هم خیلی ایرانی. زرینکوب اینا چجوری میبینه؟ یه جور همجوشی طبیعی بود؟ بیشتر رو جنبه طبیعی و تاریخیش تاکید داره، ولی خب هوشمندی و تلاش آگاهانه ایرانی‌ها رو هم در نظر میگیره. ببینید مثل این بود که 2 رود بزرگ به هم برسن و یه رودخونه خیلی بزرگتر و پرآبتر درست کنن. چه تشبیه جالبی! آره، عناصر فرهنگی ایران مثلا زبان، ادبیات، فلسفه، هنر، نظام اداری با آموزه‌های اسلامی ترکیب شد. حاصلش یه تمدنی شد که خیلی خاص بود. یه فرایند پیچیده بود که یواش یواش اتفاق افتاد. ایرانی‌ها فقط تو سیاست و اداره نفوذ نکردند. تو شکل دادن به خود علوم اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان، حتی ادبیات عربی هم نقش مهمی داشتند. و این ما رو میرسونه به همون دوره باشکوه، چیزی که بهش میگیم اوج شکوفایی فرهنگی و علمی ایران بعد از اسلام. زرینکوب و خیلیای دیگه قرن 3 تا 5 هجری، یعنی تقریباً قرن 9 تا 11 میلادی رو دوران طلایی میدونن. چی شد تو این دوره که انقدر مهمه؟ این دوره واقعاً فوق‌العاده است. ایران مخصوصاً خراسان بزرگ که خب افغانستان و بخشایی از آسیای میانه امروزی رو هم شامل می‌شد و ماوراءالنهر
با شهرهایی مثل نیشابور، مرو، هرات، بلخ، بخارا، سمرقند، اینا شدن قلب تپنده تمدن اسلامی. دو تا اتفاق خیلی مهم همزمان افتاد. یکی رستاخیز زبان ادبیات فارسی بود آها. و دومی اوجگیری بی سابقه تو علوم و فلسفه. اول بریم سراغ زبان و ادبیات فارسی. چجوری زبان فارسی که یه مدت رفته بود تو سایه عربی دوباره انقدر قوی شد؟ این واقعا یکی از چیزای شگفت‌انگیز تاریخ ماست. ببینید زبان فارسی دری که ریشش تو فارسی میانه ساسانی بود، هیچ وقت نمرد. زبان گفتاری مردم بود. اما تو این دوره یه اتفاق مهم افتاد. بعضی حکومت‌های محلی ایرانی مثل طاهریان و مخصوصاً سامانیان شروع کردن به حمایت از این زبان. یعنی ازش به عنوان زبان رسمی استفاده کردن. بله، زبان دربار و زبان علم و ادب شد. و بعد شاعران نویسنده‌های بزرگی اومدن. رودکی سمرقندی رو داریم که بهش میگن پدر شعر فارسی. و بعدش کی؟ فردوسی با شاهنامه، یه حماسه بی‌نظیر که فقط داستانای ملی رو زنده نکرد، بلکه خود زبان فارسی رو برای همیشه محکم کرد، جاودانه کرد. شاهنامه واقعا فراتر از یک کتاب شعره. انگار شناسنامه ماست. دقیقاً همینه. شناسنامه هویت ایرانیه. کنار فردوسی خب شاعرای بزرگ دیگه‌ای هم بودن. دقیقی، عنصری، فرخی، منوچهری، همه آثار درخشانی دارن. این زنده شدن دوباره زبان خیلی حیاتی بود برای اینکه هویت فرهنگی ایران بمونه. همزمان با این تو علم و فلسفه هم یه جهش بزرگ داشتیم. اسمایی که هنوزم تو دنیا مطرحن. بله، این دوره ظهور نابغه‌هاییه که دانش بشری رو واقعاً چند پله بردن بالا. محمد ابن موسی خوارزمی رو داریم که خب بنیانگذار جبر و الگوریتمه. اسم الگوریتم هم از اسم ایشون میاد. بله. ابوعلی سینا، ابن سینا، فیلسوف و پزشک بزرگ که کتاب قانونش قرنها تو شرق و غرب کتاب اصلی پزشکی بود. هنوزم اسمش هست. ابوریحان بیرونی، یه دانشمند همه چیدون. رازی، کاشف الکل و جوهر گوگرد، پزشک فوق‌العاده. فارابی، فیلسوف بزرگ، معلم ثانی. اینا فقط چند تا مثالن. دانشمندای بزرگی که تو این دوره تو ایران یا مناطق ایرانی نشین بودن و آثارشون چه به عربی که زبان علمی اون موقع بود، چه به فارسی یه میراث عظیم برای دنیا گذاشت. زرینکوب یه تعبیر خیلی قشنگ داره برای این دوره. ایران در دل اسلام دوباره زاده شد. این تولد دوباره انگار واقعاً هم فرهنگی بود هم علمی. انگار ایرانی‌ها تونستن اون انرژی برخورد با اسلام رو بگیرن و تو مسیر خلاقیت و علم هدایتش کنن. دقیقاً همینه. این تولد دوباره نتیجه همون ترکیب و همجوشی بود که حرفشو زدیم. ایرانی‌ها ریشه‌های فرهنگی خودشون رو نگه داشتن ولی همزمان فعالانه تو تمدن جدید اسلامی مشارکت کردن، پذیرفتنش و ساختنش و همین باعث شد یه فضایی درست بشه برای این رشد و شکوفایی بی‌نظیر. این دوره نشون میده که برخورد تمدن‌ها همیشه به معنی نابودی یکی نیست، میتونه باعث بشه چیزای جدیدتر و غنی‌تری به وجود بیاد. خب همزمان با این اوج فرهنگی و علمی تو دنیای سیاست هم خبرایی بود. قدرت خلیفه عباسی تو بغداد کم کم داشت کم میشد. اون مرکزیت سابق رو نداشت. این ضعف خلیفه چه فرصتی برای ایرانیا درست کرد؟ دقیقاً این ضعف مرکز باعث شد نیروهای محلی تو ایران دوباره قدرت بگیرن. از اواسط قرن سوم هجری به بعد می‌بینیم که سلسله‌های ایرانی یکی یکی تو مناطق مختلف ایران سربلند می‌کنن و یواش یواش استقلال سیاسیشون رو حداقل نیمه مستقل پس می‌گیرن. کیا بودن مثلا؟ اول طاهریان تو خراسان. اینا رسما والی خلیفه بودن ولی تو عمل مستقل بودن. بعد صفاریان تو سیستان اومدن. رهبرشون یعقوب لیث صفار بود. یه شخصیت خیلی مردمی و کاریزماتیک. یعقوب آشکارا میخواست شکوه ایران قدیم رو زنده کنه و خیلی هم روی استفاده از زبان فارسی تو دربارش تأکید داشت.